برای شروع اسپی وکس رو ریختم داخل ظرف، آب شده و داخلش رنگ قرمز ریختم. رنگایی که استفاده کردم از رنگای کامرانه. گلی که امروز می‌خوایم درست کنیم، اگر حد زدین چه رنگیه؟ البته رنگشو گفتم دیگه. چه گلیه؟ روزه. بله، ولی یه مدل روز خاصه. بعد از اینکه اسپی وکس آب شد، امتحانش کنید روی صفحه. الان خیلی خنکه. گردی های ریز درست میکنیم. اولش یه دونه برای مغزی میریزیم روی صفحه. بعد از اینکه خنک شد میخوایم باهاش مغزی درست کنیم. از یه سیخ چوبی کمک میگیریم. خب رنگ من حس میکنم خیلی روشنه، میخوام یه مقدار تیره تر بشه. باز بهش رنگ تیره تر اضافه میکنم. غلظت رنگش هم پایینه. خب یه مقدار تیره تر شد. برای ساخت مغزی یه ورق بزرگ درست میکنید، گردش میکنید و از یک سیخ چوبی کمک میگیریم که تکیه گاه باشه برام. گلی که میخوایم بسازیم مغزش رو به شکل قلب میخوایم درست کنیم. این آموزش رو میتونید برای گلای ولنتاین استفاده کنید. برای سفارش های ولنتاینتون، برای هدیه اگر که میخوایم بدین، به این صورت. برای محکم کاری یه بار داخل وکس آب شده میزنم. برای زدن گلبرگ ها از قاشق کوچیک استفاده کنید. خب یه مقدار داغه. گردی های ریز درست کنید. هم میتونید به این شکل تکی درست کنید و هم میتونید یه بارکی بریزید روی صفحه، یه صفحه بزرگ درست کنید و برش های ریز بزنید. گردی های ریز درست کنید و به این شکل گودش کنید. میتونید از سنبه یا ته قلم هم استفاده کنید. یه دونه هم برش میزنم تا ببینید. اگر از کاتر روی صفحه سیلیکونی استفاده میکنید، حتما کاترتون رو سنباده بزنید تا تیزیش بره، چون خیلی راحت میبره. یه تعداد گلبرگ دیگه میسازم تا بریم برای نصبش. یه برش از سوزن هم میتونید استفاده کنید. برای
برای ردیف 1 و 2 هم اندازه کار کنید و بعدش سایزاشو بزرگتر در نظر بگیرید. یه مقدار پهنای گلبرگ رو بیشتر میکنید. ارتفاع گلبرگ ها رو به اندازه ارتفاع مغزی در نظر بگیرید تا استحکام گلتون حفظ بشه. دوباره با سنبه گودش میکنیم. لبه گلبرگ‌ها رو همیشه مرتب کنید. اگر اضافی داره حتما تمیزش کنید که نتیجه کارتون تمیز از آب بر بیاد. اگر گلبرگ‌ها داغ بود، گرم بود، خیلی راحت میچسبه. در غیر این صورت میتونید بزنید به وکس آب شده و بچسبونید. تعداد گلبرگ‌ها بستگی به اندازه گلبرگتون داره. هر چقدر پهناش بیشتر باشه یا مغزی بزرگ باشه اینا تعداد رو تحت تاثیر قرار میده. خب کم و زیاد میشه. از قسمت پایین به راحتی میچسبه چون گلبرگ‌ها گرمه. برای محکم کاری میزنم به وکس آب شده. دوباره ردیف بعدی. این گل چون حالت قرینه داره گلبرگ‌ها هم سعی کنید قرینه بچسبونید. مجددا میزنیم به وکس آب شده. ردیف اول یه مقدار پایین تر بود، ردیف دوم یه مقدار آوردم بالا، خیلی کم. پایین تر بود یه مقدار اومد بالا، دوباره یه مقدار اومد پایین بالاتر، ولی قسمت جلو اومده پایین تر برای اینکه اون حالت قلبی حفظ بشه. خب دوباره برش میزنیم. اندازه رو در نظر بگیرید. میتونید کاترم بزنید، هیچ محدودیتی نیستش. چرا آسیب میبینه؟ با سوزن مشکلی پیش نمیاد ولی با کاتر بریده میشه. اگر که کاترتون رو کند نکنید با سنباده حتما میبره. خب
گلبرگای خیلی بزرگه. دوباره میزنیم به وکس آب شده تا گلبرگا همشون محکم بشن. نظم گلبرگا رو طوری طراحی کنید، طوری بچینید که اون حالت قلبی از بین نره. گلبرگای این ردیف رو دیگه بزرگتر کار میکنیم و گردتر. دوباره بالاتر چسبوندم. قسمت پایین رو میزنم به وکس آب شده و میچسبونم. این قسمت رو یه مقدار باز میکنم و بهش حالت میدم. یه مقدار فشار بدید، خیلی کم. پارافین گل نیست، اسپی وکس. بچه‌ها پارافین گل شکننده است، مخصوصا داخل ظروفه، ولی اسپی وکس و موم منعطفه. این ردیف رو گلبرگ رو که همیشه صاف میچسبونیم، درسته؟
این ردیف رو یه مقدار کج میچسبونیم به این شکل. لبش رو بیرون حالت دادم، ببینید لبش رو کاملا رو به بیرون دادم، یه مقدار این قسمتش داخله. به این شکل کج میچسبونم. ولی این بار پایین تر از گلبرگ‌های قبلی. الان از نزدیک نشون میدم، یه دور وکس میریزم که کاملا بچسبه. خب ببینید کج چسبوندم. دوباره یه لبه داخل و یه لبه بیرون برای این قسمت میخوایم. پس این لبه میره داخل و این لبه میاد بیرون و به این شکل کج چسبونده میشه دوباره. بچه‌ها ترکیب پارافین گل و موم رو همونطور که البته نمیدونم از هنرجوها هستید، ما پارسال آموزش داده بودیم توی دوره، چون اون موقع اسپی وکس رو نداشتیم. ترکیب یه مقدار ضعیف هستش به خاطر اینکه هم نوچ میشه، گرد و خاک میگیره و همین که گولا وا میرن بعد یه مدت. بستگی البته به درصد ترکیب داره، ولی خب به هر حال انقدر جواب نیست. کار را بنداز هست تا حدودی، ولی اونطوری نیستش که بخواین دائما ازش باش کار کنین، یه ایراداتی داره به هر حال. اینو هم کج چسبوندم، ببینید. قسمت رو هم کج میچسبم. دو تا هم گلبرگ بزرگ میخوام برای بالا. حالت بدید، حالت قلبی رو حفظ کنید تا انتها که فرمش به هم نریزه. خب این دوتا رو هم بچسبونیم. گلبرگا رو محکم کنید، به این صورت حسابی روش وکس بریزید که به هم بچسبه، یه لایه روش گرفته بشه. خب دو تا هم گلبرگ میخوایم برای این قسمت که من الان درست میکنم. باز دوباره این قسمت رو یه فشاری میدیم که حالت قلبیش رو حفظ کنه. به این شکل. این گلبرگ رو هم ببینید این قسمتش رو زدم به وکس آب شده، کج میچسبونم.
شکل میتونید خیلی راحت درست کنید و برای گیفت های ولنتاین ازش استفاده کنید. خیلی راحت به این شکل یه لایه کاور کنید. خب حالا سیخ چوبی رو خیلی راحت در میاریم. وسطش جای فتیله هم داریم. در انتها تعداد گلبرگ‌های کناری 2 شد و قسمت‌های بالایی 1. با برگردوندن بیرون به لبه ها، این قسمت رو که لبه هاش آوردیم بیرون، تونستیم حالت قلبی رو بیشتر بکنیم، قسمت پایین رو. خب حالا میریم برای نصب فتیله. یه مقدار من زیرش رو صاف میکنم کجه. به اندازه ارتفاع گل یه مقدار بیشتر فتیله رو برش بزنید. اگر داخل ظروف کار میکنید نیازی به نگهدارنده فلزی نداره. ارتفاع گلبرگتون اگر با ارتفاع گل و مغز یکی باشه، چون صاف میره تا پایین، زیر کار تمیز از آب در میاد. ببینید خب پایین کار من یه شیار ایجاد میکنم. انتهای فتیله رو داخلش قرار میدم و یه مقدار فشار میدم که بره داخل. مجدد کاورش میکنم و داخل وکس آب شده زنیم که انتهای کارمونم تمیز بشه. یه توضیح کلی بدم. مغزی رو به شکل قلب درست کردیم. گلبرگ‌ها رو چیدیم از ریز به درشت. گلبرگ‌ها پایین تر بودن. یه ردیف که میچیدیم ردیف به ردیف چند میل میومد بالا و ردیف آخر رو این قسمت ها رو میومدیم پایین تا اینکه این حالت قلبی رو حفظ کنیم. معمولا 2 هفته یه بار سعی میکنیم لایو آموزشی داشته باشیم. پارافین رو وکس رو میتونید از فروشگاه تهیه کنید. بچه‌ها عرضه کننده اصلی اسپی وکس خودمون هستیم. میتونید از روز دیزاین تهیه کنید. پیج فروشگاه رو تگ کردم، آدرسش رو توی بیو میتونید از اونجا تهیه کنید و توی جمعه هم تخفیفات خاصی برای فروش اسپی وکس و متریال داریم که پیش فروش شروع شده، موجود نیست الان و طی حدوداً 10 روز آینده موجود میشه. ترکیبش از 3 تا طیف مختلف رنگ کامرانه. بیشترش از این بود. یه چند تا هم از این ریختم که یه مقدار رنگش رو تیره تر بکنه. مرسی خداحافظ.